اسم پسرتون چیه؟ حامی. آقا حامین عزیز چند سالشه؟ حامی 2 سال و نیمشه پسر من. عزیزم هنوز پوشک مصرف میکنی؟ بله. خب خانم اگه آب گرم قطع شه چجوری میخوای پوشک این بچه عوض کنی؟ خدا بزرگ آقا. اصلا ما به این چیزا فکر نمی‌کنیم. اون بچه‌های فلسطینی که الان سال‌هاست دارن تو این شرایط زندگی میکنن چیکار میکنن؟ ما چه فرقی با اون داریم؟ بچه من چه فرقی با اونا داره؟ ما الان داریم می‌جنگیم که اونا هم بتونن راحت‌تر زندگی کنن. پسر من بتونه در آینده راحت‌تر زندگی کنه. اگه ما بخوایم الان بترسیم به خاطر یه آب گرم و یه پوشک که دیگه دنیا به همین قهقرایی که داشت میرفت ادامه میده. یه نفر باید جلوی اینا بیسته، یه نفر باید جلوی اینا بیسته و تو دهنشون بزنه. خانم مرسی غیرتت خدایی صفا کردم. دمت گرم.